الحمد لله رب العالمين. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون في أصول الدين ويدينون به رب العالمين. به نام و استعانت از الله بخشاینده مهربان. ستایش ویژه الله پروردگار جهانیان است. علامه حجت الاسلام ابو جعفر وراق طحاوی رحمه الله میگوید: این کتاب بیانگر عقیده اهل سنت و جماعت بر مبنای مذهب فقهای اسلام ابو حنیفه نعمان بن ثابت کوفی و ابو یوسف یعقوب بن ابراهیم انصاری و ابو عبدالله محمد بن حسن الشیبانی رضی الله عنهم اجمعین است و به باورهای آنان در مورد اصول دین که با آن پروردگارشان را می‌پرستند الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در جلسه گذشته درباره ایمان به فرشتگان مطالبی رو عرض کردم خدمت شما و اینکه فرشتگان یک عالم هستند و مخلوقات نورانی الله متعال هستند که الله متعال در قرآن کریم از آنها یاد کرده و در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم از آنها یاد شده و الله متعال و رسول الله صلی الله علیه و سلم در آیات و روایات ایمان به این فرشتگان را یکی از اصول دین ما و اصول اعتقادی که همه ما مسلمانان باید به آن معتقد باشیم قرار دادند. در ادامه همین مبحث که علامه طحاوی رحمت الله علیه فرمودند که و نؤمن بالملائکه و النبیین، ما مسلمانان و اهل سنت به ملائکه و فرشتگان الهی ایمان داریم. در توضیح این مطلب من در جلسه امروز مطالبی رو درباره ویژگی ها و صفات و اعمال فرشتگان خدمت شما بیان می کنم تا این یک نوع تبیینی باشد و وضوحی باشد برای نکاتی که درباره ایمان به فرشتگان باید در ذهن ما باشد و ما باید به آن آگاهی داشته باشیم. فرشتگان همانند مخلوقات دیگر الله متعال که هر مخلوقی و هر جنسی صفات و ویژگی های منحصر به فرد و ویژه خودشان را دارند، فرشتگان هم این گونه هستند. در قرآن کریم وقتی که آیاتی رو که درباره فرشتگان الهی هست، این آیات رو وقتی که مطالعه می‌کنیم می‌بینیم که الله متعال ویژگی ها و صفات بسیار زیبایی را برای فرشتگان بیان کرده که واقعاً برازنده این مخلوقات مقرب دربار الله متعال هستند. من جمله این ویژگی ها این هست که فرشتگان الله متعال و این ملائکه‌ای که ما به اونها ایمان داریم، اینها محل زندگیشان و محل سکونتشون در آسمان هاست، برخلاف مخلوقات دیگر الله متعال، برخلاف انس و جن. این مخلوقات برگزیده الله متعال یعنی فرشتگان محل سکونتشون هم در آسمان ها هست،
الله متعال در این زمینه در سوره انبیا می فرماید و من عنده لا یستکبرون عن عبادته، آن کسانی که نزد پروردگار هستند، یعنی این که در آسمان ها هستند و فرشتگان الله متعال منظور هستند، لا یستکبرون عن عبادته، از عبادت الله متعال سرباز نمی زنند و تخطی نمی کنند. پس بنابراین معلوم می شود که فرشتگان نزد الله متعال هستند، یعنی محل زندگی آنها در آسمان ها هست و این یک فضیلت و یک ویژگی منحصر به فردی هست که الله متعال برای فرشتگان قرار داده. و همچنین مطلب دیگری که در مورد فرشتگان در قرآن کریم ذکر شده این هست که فرشتگان را ما نمیتوانیم به صفت تأنیث و مؤنث بودن خطاب بکنیم. من در جلسه قبل خدمت شما عرض کردم که مشرکان معتقد بودند که فرشتگان الله متعال موجوداتی مؤنث و ماده هستند، اما الله متعال از فرشتگان دفاع فرمود و این اعتقاد و باور نادرست مشرکان را نقد و رد فرمود، آنجا که در سوره نجم الله متعال می فرماید ان الذين لا يؤمنون بالآخرة، آن کسانی که ایمانی به آخرت ندارند، یعنی اون مشرکان و کافرانی که اعتقادی به روز قیامت و آخرت ندارند، لیسمون الملائکة تسمیة الانثى، اینها فرشتگان را به نامه‌های دخترانه نامگذاری می کنند، در صورتی که الله متعال این مطلب را رد می کند و می گوید که فرشتگان را نباید به این صفت تأنیث و مادگی اونها را در واقع توصیف بکنیم. این هم یکی دیگر از ویژگی های فرشتگان و این موجودات مقرب الله متعال هستند. و همچنین یکی دیگر از ویژگی های منحصر به فرد فرشتگان و مقربان درگاه الله متعال این است که به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی و در هیچ موردی عصیان نمی کنند و از الله متعال نافرمانی رو انجام نمی دهند. خداوند متعال این مطلب را در سوره تحریم به صورت واضح و آشکار بیان کرده که لا یعصون الله ما امرهم، هر چیزی را که الله متعال به آنها دستور بدهد به هیچ عنوان تخطی نمی کنند، معصیت و سرپیچی نمی کنند و یفعلون ما یؤمرون. و تأکید بر همون مطلب گذشته هست، هر چیزی که به فرشتگان دستور داده بشود دقیقاً و فوراً اون کار رو در واقع انجام میدهند. این یک پیامی هست برای ما انسانها که اگر ما میخواهیم که مقرب درگاه الله متعال باشیم، اگر ما میخواهیم که نزد الله متعال این شرافت و این ارزش و قدر را داشته باشیم و جز مقربان دربار الهی قرار بگیریم، بیاییم مانند مقربان دربار الهی، مانند فرشتگان برگزیده الله متعال بیاییم هر آن چیزی را که الله متعال به ما دستور داده آن را انجام بدهیم و مواردی را که الله متعال ما را از آن نهی کرده بیاییم باید از اون کارها ما باید باز بیاییم. و همچنین یکی از صفات فرشتگان این است که همیشه در حال عبادت الله متعال هستند و هیچ گونه خستگی و مللی به آنها در واقع دست نمی دهد. در همین سوره الله متعال می فرماید یسبحون اللیل و النهار لا یفترون، فرشتگان شبانه روز مشغول تسبیح و ذکر الله متعال هستند، همیشه و به صورت مداوم ثنا و حمد الله متعال را به جا می آورند و مشغول تسبیح و تهلیل هستند شبانه روز که به هیچ عنوان خسته نمی شوند. لا یفترون، خسته و درمانده نمی شوند. این جزو ویژگی های کست که الله متعال برای فرشتگان و برای مخلوقات مقرب درگاه خودش در قرآن کریم برای من و شما بیان کرده. مواردی دیگر
از صفات فرشتگان که در قرآن کریم و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم به اونها اشاره شده، من جمله این است که فرشتگان مخلوقاتی عالم و دانشمند و صاحب قدرت و نیرو هستند و توان بسیار زیادی را دارند. الله متعال زمانی که در جریان حضرت آدم علیه السلام خطاب به فرشتگان این گونه می‌فرمایند که انی اعلم ما لا تعلمون. وقتی که فرشتگان به درگاه الله متعال عرض کردند که ای الله، آیا در زمین موجودی را خلق می‌کنی و می‌آفرینی که در زمین فسادی به راه بیاندازد و قتل و خونریزی انجام بدهد؟ الله متعال فرمودند انی اعلم ما لا تعلمون. من بیشتر از شما میدانم مواردی را که شما آگاه نیستید و نمیدانید، من میدانم. این در واقع یک نوع تأییدی هست بر علمی که در واقع فرشتگان الله متعال داشتند. و همچنین درباره حضرت جبرئیل علیه السلام الله متعال میفرمایند که علمه شدید القوا، که شدید القوا حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم را تعلیم دادند. علمه یعنی این که تعلیم دادند و این ضمیر مرجعش رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. یعنی این که جبرئیل رسول الله صلی الله علیه و سلم را تعلیم داد و آموزش داد. علمه شدید القوا. در این آیه دو صفت برای حضرت جبرئیل علیه السلام در واقع ذکر شده. یکی ضمناً هست وقتی که میگوید که جبرئیل به رسول الله آموزش داد و تعلیم داد، یعنی این که خود حضرت جبرئیل علیه السلام در واقع دارای علم و معرفت هست. زیرا کسی که خودش عالم نیست، خودش نمیداند، نمیتواند که شخص دیگری را چیزی بیاموزد. و همچنین صفت دیگری را که در این آیه برای حضرت جبرئیل ذکر شده این است که ایشان شدید القوا هستند، یعنی توان و قدرت بسیار زیادی را الله متعال به ایشان داده. و همچنین درباره جهنم رسول الله صلی الله علیه وسلم وقتی که این توصیفش را از زبان الله متعال و از آیات قرآن برای ما بیان کردن، این جمله را از قرآن کریم ما به خاطر داریم که رسول الله صلی الله علیه وسلم این مطالب را در احادیث خودشون هم در موارد بسیار زیادی برای ما بیان کردن. الله متعال درباره قدرت فرشتگان می‌فرماید که علیها ملائکة غلاظ شداد، بر روی جهنم و گماردگانی که الله متعال از فرشتگان برای حفظ و نگهداری جهنم گماشته، این فرشتگان یک فرشتگانی هستند که غلاظ بسیار سخت هستند، بسیار تند هستند و شداد هستند و شدید هستند. پس بنابراین این قوت و شدت یکی از صفاتی هست که الله متعال برای فرشتگان و مقربان درگاه خودش این صفات را بیان کرده. و همچنین از صفات بارز فرشتگان ما میتونیم به این نقطه اشاره بکنیم که فرشتگان از لحاظ جسم و خلقت و آفرینششون یک مخلوقات بسیار عظیم الجثه‌ای هستند. تمامی فرشتگان این گونه هستند که بالاهای بسیار زیادی را دارند. خصوصا درباره حضرت جبرئیل علیه السلام اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم جبرئیل را 2 مرتبه در آن شکل و قیافه اصلیشان دیدند. و در یکی از این موارد که ذکر شده که رسول الله صلی الله علیه و سلم حضرت جبرئیل رو دیدن، در صحیح بخاری و صحیح مسلم این مطلب نقل شده که رسول الله صلی الله علیه و سلم جبرئیل رو در حالتی دیدند که پرهایش را گشوده بود و تمام افق را در بر گرفته بود و پوشانیده بود. یعنی وقتی که حضرت جبرئیل علیه السلام با اون حالت اصلیش و پرهای گشوده اش ظاهر شدند و رسول الله صلی الله علیه و سلم ایشان را دیدند، جسم ایشان و خلقت و آفرینش ایشان به گونه‌ای بود که
تمام افق را پوشیده بودند، یعنی به اندازه دید یک انسان بودند. و همچنین در روایت اومده بود که رسول الله صلی الله علیه وسلم وقتی که جبرئیل علیه السلام را دیدند ایشون 600 بال داشتند و این در روایات صحیحی که در این زمینه وجود دارد این نقطه را رسول الله صلی الله علیه وسلم برای ما ذکر کردند. پس بنابراین فرشتگان هم از لحاظ علم و هم از لحاظ قدرت جسمانی و هم از لحاظ عظمت و بزرگی جسم و وجودشان از تمامی مخلوقات الله و از تمامی انسانها و جنها و مخلوقات زنده دیگر الله متعال در واقع برتری دارند و بزرگتر هستند. اینها صفاتی هست که الله متعال این صفات را در قرآن کریم برای مقربان دربارش و برای فرشتگان خودش اینها را در واقع بیان کرده و ما هم به عنوان یک مسلمان، به عنوان کسانی که به قرآن اعتقاد داریم، به راستگویی رسول الله صلی الله علیه و سلم ایمان داریم، باید این موارد را جزو اعتقادات خودمون و جزو باورهای خودمون قرار بدهیم. موارد دیگری که در این زمینه در مورد فرشتگان ذکر شده این هست که فرشتگان مخلوقات بسیار زیبا و آراسته‌ای هستند. از نظر شکل ظاهری و قیافه ظاهریشون بسیار زیبا هستند و جمال بسیار بزرگ و وافری رو الله متعال به آنها عنایت کرده. در مورد حضرت جبرئیل علیه السلام در سوره نجم الله متعال ایشون را این گونه توصیف کردند که ذو مرة فاستوى. ذو مرة یعنی این که دارای زیبایی هست، دارای جمال هست و شادابی رو الله متعال به ایشون داده. و قتاده این آیه را به این گونه که من خدمت شما عرض کردم تفسیر کرده که این ذو مرتين یعنی این که منظر و شکل و سیمای حضرت جبرئیل علیه السلام بسیار زیبا هست و جمال بسیار دلانگیزی رو الله متعال در واقع به حضرت جبرئیل علیه السلام عنایت فرموده. و همچنین در مورد دیگر می‌خوانیم که الله متعال در جریان داستان حضرت یوسف علیه السلام، جریانی را که با در میان یوسف و اون زنها به وجود آمده بود، زمانی که عزیز مصر اومد و از اون زنان بازخواست کرد که شما درباره یوسف چه کاری رو کردید، چه اعتقادی رو داشتید، اون جریانی که یوسف را تهمت زدید اون جریان چی بود؟ در جواب اونها گفتند که ما هذا بشرا ان هذا الا ملک کریم. این یوسف از بس که زیبا هست و چهره درخشانی را دارد و انسان واراسته و مبرایی هست، این اصلا انسان نیست، این یک فرشته بزرگواری هست. یعنی الله متعال در این آیه اثبات کرده که فرشتگان الله متعال موجودات زیبایی هستند و این کرامت و شرافت را نزد الله متعال دارند. بعد از یک میان برنامه انشاءالله مطالب دیگری رو در مورد فرشتگان خدمت شما عرض خواهم کرد. وصال حق، اسلام ناب به دور از خرافات و از هر سو محاصره می کند و اگر درخواست آب کنند آبی چون مس گداخته به آنان داده می شود که چهره ها را می سوزاند. چه آشامیدنی بدی و دوزخ جایگاه بسیار بدی است. آری بینندگان عزیز و ارجمند، داشتیم در مورد زیبایی ظاهری و باطنی فرشتگان و صفات برگزیده این مخلوقات الله متعال خدمت شما مطالبی را عرض می کردم. همون گونه که این فرشتگان بنابر آیات قرآن کریم از نظر ظاهری بسیار زیبا هستند و جمال زیادی رو دارند، از نظر باطنی هم
و ویژگی های معنوی رو که دارند باز هم زیبا هستند و صفات بسیار برگزیده ای رو الله متعال برایشان بیان کرده. من جمله این که فرشتگان موجودات بسیار بزرگوار و بسیار نیکوکاری هستند که الله متعال اونها را به کرام برره معرفی کرده در سوره عبس که فرشتگان کرام هستند، یعنی مخلوقاتی بزرگوار و ارجمند و نیکخو و نیکردار هستند. این یکی از صفات فرشتگانی هست که ما باید به اونها ایمان داشته باشیم. و همچنین یکی دیگر از صفات و ویژگی های بارزی که فرشتگان دارند موردی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما بیان کرده در جریان و حادثه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه که این مطلب رو حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها در صحیح مسلم برای ما نقل کرده که یک روزی رسول الله صلی الله علیه و سلم نشسته بودند و حضرت ابوبکر و عمر رضی الله تعالی عنهما حضور داشتند. بعد از اندکی حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه وارد مجلس شد. رسول الله صلی الله علیه و سلم خودشان را جمع جور کردند و وقتی که در این مورد از رسول الله صلی الله علیه و سلم سوال شد که یا رسول الله، شما قبلا که ابوبکر و عمر نشسته بودند حالت عادی رو داشتید، اما برای حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه یک مقدار خودتان را جمع کردید. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند الا استحیی من رجل تستحیی منه الملائکه، آیا من از انسانی شرم و حیا نداشته باشم که فرشتگان الله متعال از او شرم می کنند؟ در این روایت هم جایگاه و عظمت و بزرگواری حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه بیان شده و هم این مطلب بیان شده که فرشتگان الله متعال موجودات با حیا و با شرمی هستند و این ویژگی را فرشتگان الله متعال در واقع دارند و ما هم این فرشتگان را باید در بسیاری از این صفاتی که دارند الگوی خودمون قرار بدیم، در این که اونها صاحب علم هستند، در این که اونها دارای زیبایی اخلاقی هستند، کرام و برره هستند و اهل حیا و شرم هستند. اینها در واقع یک مواردی هست که برترین مخلوقات و موجودات الله متعال به آن متصف هستند. پس بنابراین اگر ما هم می‌خواهیم که جز بندگان خالص الله متعال باشیم، جز بندگان مقرب درگاه الله متعال باشیم، باید خودمان را متصف به این صفاتی بکنیم که مقربترین مخلوقات الله متعال متصف به آن صفات هستند. این در مورد صفات و ویژگی های فرشتگان الله متعال هست. اما در مورد اعمالی که فرشتگان انجام می دهند و هدف خلقت فرشتگان میتونیم که فرشتگان را به 3 دسته و 3 گونه تقسیم بکنیم. فرشتگانی که همیشه و در همه حال از ابتدای خلقتشون تا روز قیامت مشغول عبادت الله متعال هستند. این دسته اول از فرشتگان هست. دسته دوم فرشتگانی هستند که الله متعال اونها را آفریده و تدبیر برخی از امور دنیا را به آنها سپرده و در این زمینه فعالیت دارند. این گروه دوم هست. و گروه سوم فرشتگانی هستند که الله متعال آنها را آفریده و مسئولیت و رسالتشان و وظایفشان برمیگردد به اعمال انسانها، برای حفظ انسانها، نگهداری انسانها و در واقع رسیدگی به امور این انسانها. اما در مورد گروه اول که وظیفهشون عبادت الله متعال هست، روایتی هست حضرت امام ترمذی رحمت الله علیه این روایت را برای ما نقل کرده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که اتت السماء و حق لها ان تعت، آسمان به صدا در اومده و صدا میدهد آسمان و حق هم دارد که به صدا در بیاید. به چه خاطر؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم در ادامه این علت را برای ما بیان کرده و می‌فرماید که ما فیها شبرون، در آسمان یک وجب جای خالی وجود ندارد که
الا و ملک قائم او راکع او ساجد. در آسمان یک جای خالی به اندازه وجبی هم وجود ندارد مگر این که یک فرشته در حال قیام هست یا در حال رکوع هست یا در حال سجود هست. لا یرفعون رؤوسهم مذ خلق الله السماوات والارض. تا از زمانی که الله متعال این آسمان و زمین را آفریده اینها همچنان در این حالت هستند، یعنی بعضیشون در حالت قیام، بعضیشون در حالت رکوع و بعضی در حالت سجده هستند و به این وضعیت الله متعال را دارند عبادت میکنند. و همچنین در روایتی که من در جلسه گذشته خدمت شما عرض کردم درباره بیت المعمور که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند روزانه 70,000 فرشته بیت المعمور را طواف میکنند. این در واقع یک نوع دیگر از عبادتی هست که فرشتگان آن را انجام میدهند و تا روز قیامت این عبادت انجام میگیرد. پس بنابراین یکی از وظایفی که فرشتگان انجام میدهند و یکی از کارهایی که از فرشتگان برمی آید و مشغولش هستند عبادت پروردگار هست و این وظیفه یک گروهی هست که به این گونه و با این سبب الله متعال را عبادت بکنند. و فرشتگان دیگر و دسته دیگر از فرشتگان که الله متعال اونها را آفریده وظیفه و رسالتشون این است که جهان هستی را اداره بکنند. بسیاری از این امور را الله متعال محول کرده به این فرشتگان، مانند این که تعدادی از این فرشتگان حاملان وحی، حاملان عرش الله متعال هستند که عرش الله متعال را نگه داشتند و تعدادشون 8 فرشته هست. و برخی از این فرشتگان مانند حضرت جبرائیل علیه السلام رسول و پیام‌آور وحی هست، مسئول رسانیدن وحی هست به بندگان برگزیده الله متعال و به پیامبرانی که از جانب الله متعال انتخاب می شوند. و بسیاری از این فرشتگان مسئولیت‌های دیگری را دارند، مانند فرشتگانی که نگهبان بهشت هستند و دارند نگهداری می کنند از بهشت که رئیس آنها و مسئولشان فرشته‌ای هست به نام رضوان. و یک گروه دیگر از فرشتگان مسئول حفاظت و نگهداری جهنم هستند و داروغه های جهنم هستند که مسئول آنها مالک هست، نامش رو الله متعال و رسول الله صلی الله علیه وسلم برای ما بیان کرده. و یک گروهی از فرشتگان رو الله متعال برای قبض روح، برای ارواح در واقع، نه برای قبض روح، برای ارواح و دمیدن روح الله متعال اونها رو مسئولیت داده که مسئول و سرپرست این گروه حضرت اسرافیل علیه السلام هست. و یک گروه دیگر از فرشتگان مشغول در واقع رزق هستند، مسئول رزق انسانها و مخلوقات هستند به سرپرستی حضرت میکائیل علیه السلام. برخی از این فرشتگان مشغول حفاظت آسمان هستند که جنها و شیاطین نتوانند به آسمانها در واقع نزدیک بشوند. برخی از این فرشتگان مسئولیت کوهها را، برخی دیگر مسئولیت درختان را، دریاها را و مواردی دیگر را از قبیل فرندگان و بقیه موارد را الله متعال به عهده آنها گذاشته. پس بنابراین این گروه دیگر از فرشتگان الله متعال هستند که مسئولیتشون حفظ و نگهداری جهان هستی هست و در این زمینه دارند به دستور و اذن الله متعال فعالیت میکنند. و گروه دیگر از فرشتگان هستند که الله متعال اونها را موکل کرده برای حفظ انسانها و کارشون رسیدگی به امور انسانها هست، مانند فرشتگانی که مسئولیت حفاظت جانی انسانها را به عهده دارند، یا این که مسئول حفظ اعمال بنی آدم هستند. اعمالی را که انسان انجام میدهد این اعمال را ثبت میکنند و مینویسند. و برخی از این فرشتگان مسئولیتشون این است که برای مؤمنان و برای انسانهای نیکوکار دعا بکنند. برخی از این فرشتگان مسئولیتشون این است که در روز جمعه در کنار دروازه های مساجد بنشینند و نام مسلمانانی را که زودتر به نماز جمعه می روند بنابر روایات صحیح اونها را ثبت بکنند
که در روایات صحیح داریم که هر کسی زودتر به مسجد برود و جز نامه‌هایش جز اول لیست قرار بگیرد، اینها درجه بالاتری را دارند، ثواب بالاتری را دارند. هر کسی که بعد از اینها بیاید با توجه به مدت تأخیرش ثوابش هم به همان اندازه کم می شود. مسئولیت نگاشتن و ثبت نام این انسانها در روزهای جمعه یک گروهی از این فرشتگان هستند و گروه دیگری کسانی هستند که بر انسانها دعای خیر می کنند. مثلا شما وقتی که برای برادر مسلمانتون دعا میکنید، خداوند متعال فرشتگانی را گمارده و این وظیفه رو به اونها سپرده که برای شما دعا بکنند که خدایا این بنده تو برای هم نوع خودش دعا کرد، هر چیزی رو که برای دیگران خواسته و دعا کرده به خودش بازگردان و این دعا رو در حق خودش هم قبول بفرما. و همچنین فرشتگانی مسئولیت دارند که در قبر از انسانها بازجویی بکنند، در مورد خدا و رسول و دین اسلام از انسان در واقع سوالاتی را بپرسند. اینها مجموعی و خلاصه از اعمالی هستند که فرشتگان الله متعال در واقع انجام میدهند. پس بنابراین ایمان به فرشتگان، ایمان به وجودشان، ایمان به صفات و ویژگی‌هایشان، ایمان به کارهایی که فرشتگان انجام میدهند و این مواردی که از قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم برای من و شما نقل شده، ایمان به این موارد یکی از ارکان ایمان هست. همان گونه که در جلسه قبلی من عرض کردم، ایمان 6 رکن دارد که عبارتند از ایمان به الله، ایمان به فرشتگان، کتاب‌های آسمانی، پیامبران الهی و ایمان به روز قیامت و ایمان به تقدیر. وقتی که یک مسلمان به این ارکان 6گانه اون گونه‌ای که در قرآن بیان شده و در احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم تبیین شده به اون گونه و دقیقاً به همون صورت ایمان بیاورد، یعنی این که ایمان چنین شخصی کامل هست. اما اگر انسان‌هایی بیایند و به این مواردی که در قرآن ثابت هست و در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت هست به این موارد ایمان نداشته باشند یا اینها را رد بکنند، در واقع یکی از ارکان ایمان را نپذیرفتند. و هر کسی که حتی به یکی از ارکان ایمان به الله و فرشتگان و کتاب‌های آسمانی و پیامبران الهی و به قیامت و روز آخرت و تقدیر ایمان نداشته باشند، در واقع مسلمان نیست و ایمانش یک ایمان قابل پذیرشی به درگاه الله متعال نیست. پس بیایید سعی بکنیم که به ارکان ایمان آنگونه‌ای که خدا و رسول از من و شما خواسته معتقد باشیم و این ایمان و اعتقاد را در تمام زندگی خودمان عملی بکنیم و تا روزی که از این دنیا رهسپار آخرت میشویم این ایمان را به صورت صحیح و سالم و به صورت کامل و پویا انشاءالله برای خودمون حفاظت بکنیم که ایمان داشتن به این موارد و عمل بر محتوا و مقتضای آن در واقع سبب نجات ما و راه سرفرازی و سربلندی ما و شما و راه نجات از جهنم و رسیدن و نائل آمدن به بهشت برین الله متعال هست. به امید این که الله متعال من و شما را در دنیا و آخرت سرفراز و پیروز و سربلند بگرداند. تا برنامه دیگر تمامی شما را به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Oh